قبل از مسلمان شدن زندگی مثل همه مردمی که در جوامع غربی بزرگ میشن بود. اما مسلمان شدن زندگیمو کاملا عوض کرد و باعث شد دلیل وجودیم رو در این دنیا بفهمم. بارالها، ایشان را در زیر سایه ایمان الهیت نگاه دار و والاترین طبقات بهشت را به آنها ارزانی دار، چرا که تو با موهبت و هدایت قرآن آنها را مورد رحمت خیش قرار داده ای، همان گونه که با قرآن هدایتشان کردی. قرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته. من عبدالله هستم. کنیه من ابوبکره. اصالتا اهل هلندم و 35 سال سن دارم. در حال حاضر در لندن زندگی میکنم. اولین اطلاعاتی که ابوبکر در مورد اسلام به دست آورد تو هلند و زمانی بود که تو مدرسه راهنمایی درس میخوند. اونجا 5 تا دین رو به دانش آموزان معرفی میکردند: یهودیت، مسیحیت، بوداییسم، هندویسم و اسلام. از همونجا بود که ابوبکر مطالعاتش رو در مورد اسلام آغاز کرد. در حال حاضر به عنوان دستیار معلم کودکان مبتلا به اوتیسم کار میکنم. آخر هفته ها مبانی ابتدایی زبان عربی و مطالعات اسلامی رو به بچه ها درس میدم. قبل از اسلام چه دینی تو رو قانع کرده بود؟ قبلا پیرو مذهب کاتولیک، یکی از شاخه های آیین مسیحیت بودم. فضل و رحمت الهی باعث شده بود که معتقد به خدای واحد باشم. منظورم اینه که اگر مثلا میخواستم دعا کنم، از عیسی مسیح کمک نمیخواستم، از الله کمک میخواستم و از کلمه یا الله استفاده میکردم. و همینطور در مورد اعتقاد مسیحی‌ها به تثلیث و اینکه خدا از 3 نفر تشکیل شده و این 3 نفر خدا هستند و عیسی پسر خداست. من بهش معتقد نبودم و احساسم این بود که همه ما مخلوقات الله هستیم و فقط میبایست یه خدا وجود داشته باشه. این باور من به عنوان یک مسیحی بود، با اینکه به این قضیه اعتقادی نداشتم و مسلمانم شدم، ولی از اینکه میدونم مسیحی‌ها به تثلیث اعتقاد دارن ناراحتم میکنه. چرا به اون شکل به دینتون اعتقاد نداشتین؟ یه باور قلبی بود. مطالعاتی که داشتم باعث شده بود که درکم از این جهان اینطور شکل بگیره که ما همه مخلوقات خداوندیم و این یعنی ما فرزند خداییم. پس عیسی هم فرزند واقعی الله نبود. قبل از مسلمان شدن زندگی مثل همه مردمی که در جوامع غربی بزرگ شدن بود. مثل بقیه زندگی میکردم. هر کاری که بقیه میکردن منم میکردم. هدف خاصی توی زندگیم نداشتم، اما مسلمان شدن زندگیمو کاملا عوض کرد و باعث شد دلیل وجودم رو در این دنیا درک کنم. عبدالله هلندی، یا بهتره بگیم ابوبکر، آیه‌ای در مورد چگونگی تشکیل باران شنید. همین آیه در پای قلبشو به سوی حقیقت‌های کتاب الله باز کرد. در اون زمان 13 سال بیشتر نداشت. اون موقع از طرف مدرسه ما رو بردن اردو تا از یه مسجد دیدن کنیم. وقتی وارد شدم یه حسی در اعماق قلبم ایجاد شد که قابل وصف نیست. یه جور امنیت یا یه احساس آرامشی توی وجودم حس کردم. در واقع حس کردم وارد یه مکان روحانی شدم که انوار الهی منو احاطه کرده. این اولین باری بود که از اسلام یه حس خوبی پیدا کردم. سبحان الله. اون موقع خیلی کوچیک بودی؟ بله، 13 سالم بود. چند تا از همکلاسیای من در اون زمان ترکیه‌ای بودن و خیلی وقتا برام از اسلام میگفتن. از اینکه قرآن کتاب کاملیه و اصلا تحریف نشده و هیچ تغییری توش ایجاد نشده. همینطور هیچ تضادی در آیاتش دیده نمیشه. بحث و گفتگوهای زیادی راجع به اسلام و اینکه چرا مسیحیت دین کاملی نیست با هم داشتیم و همونطور در مورد هندو، یهودیت و دینهای دیگه حرف زدیم. آیات و نشانه های علمی قرآن رو به هم نشون میدادن و راجع به حقیقت های
علمی قرآن برام توضیح میدادن و همین باعث شد که من بیشتر و بیشتر با قرآن آشنا چه شدم. آیاتی شما رو بیشتر از همه تحت تأثیر قرار میدادن؟ آیاتی در سوره روم وجود داره که در مورد چگونگی شکل‌گیری و بارش بارونه. آیاتی که در مورد تشکیل باران و ابرها نوشته شده بود واقعا با پیشرفت علم نوین و ثابت شده دنیای امروزی همخوانی داشت و این واقعا منو تحت تاثیر قرار داد. سبحان الله. دانشمندان ثابت کردن که دو نوع ابر وجود داره. نوع اول ابرهای پرمانند و نازک سیروسن و نوع دوم ابرهای توده‌ای و پنبه‌ای کومولوس. الله سبحانه و تعالی در سوره روم می‌فرمایند: الله همان کسی است که بادها را می‌فرستد، آنگاه ابرها را به حرکت در می‌آورد، سپس آن ابرها را در آسمان هر آنگونه که بخواهد می‌گستراند. و الله در ادامه می‌فرماید: و آن ابرها را پاره پاره می‌گرداند، پس می‌بینید که قطره‌های باران از لابلای آن ابرها خارج می‌شوند. پس این باران حیات بخش و روح افزا رو به هر کسی از بندگانش که بخواد میرسونه. و در مورد ابرهای کومولوس الله سبحان در آیه 43 سوره نور میفرمایند: آیا ندیدی که خداوند ابرهایی را به آرامی میراند، سپس بین آنها پیوند میدهد، آنگاه آن را متراکم می کند. پس قطرات باران را می بینی که از میان ابرها نازل می شود و در مناطقی که کوهها در نزدیکی آنجاست دانه های برف و تگرگ نازل می کند. پس ابرهای کومولوس هم باران و هم تگرگ تولید می کنند. سبحان الله. همانه که الله همه چیز را در بهترین حالت آفرید. آیاته کم اسعدت وجدانی أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي ومدامعي وكياني. از دیدن همچین اطلاعات علمی که در قرآنه واقعا شگفت زده شده بودم. چطور ممکن بود که یک انسان 1400 سال پیش همچین اطلاعاتی داشته باشه؟ و فقط این نبود، آیات علمی این چنینی در قرآن خیلی زیادن. با خودم فکر میکردم چطور ممکنه همچین معلوماتی تو قرآن باشه؟ این گفته از کجا اومده؟ این کتاب مال 14 قرن پیشه. مردی که اون زمان در بیابان زندگی میکرده چطور میتونسته همه اینا رو بدونه؟ کاملا واضح بود که این کتاب کلام خالق این جهانه. این کتاب باید از طرف الله سبحانه و تعالی در باشه. سوره نجم می‌فرمایند و از روی هوا و هوس سخن نمیگوید. این سخن و کتاب جز وحی نیست. وقتی که در مدرسه راهنمایی طریقه تشکیل باران رو یاد گرفتم، این دوتا رو با هم مقایسه کردم و واقعا شگفت چه زده اطلاعات شدم. جالبی دارید. سبحان الله. واقعا ممنون. شگفت انگیزه. ممنون. سبحان الله. آدم حتما نباید مسلمون باشه که به دنبال حقیقت بگرده. هر کس به دنبال حقیقت میگرده باید یه نگاهی به قرآن بندازه تا بفهمه که این کتاب واقعا کلام الله سبحانه و تعالی است و محمد صلی الله علیه و سلم هم آخرین پیامبر اللهه. این که آیا از قوانینش خوشتون میاد یا نه، یا اگه با دستوراتش موافقین یا نه، به این اهمیت ندین. تنها سوالی که باید از خودتون بپرسین اینه که آیا قرآن واقعا کلام خالقه و محمد صلی الله آخرین پیامبره یا نه. وقتی که با خوندن قرآن ببینید جواب سوالتون مثبته، اون وقت میتونید به واقعیت‌های قرآن یکی پس از دیگری پی ببرین. با برنامه هدایت یافتگان با قرآن همراه ما باشید. بالقرآن
أسلمت روحي للإله. القرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتاي. أسلمت روحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتاي. من و دوستان مسلمانم حدود 2 سال تقریبا هر روز راجع به این مسائل حرف می زدیم و این تأثیر زیادی روی من گذاشت. این باعث شد که من بیشتر در مورد اسلام تحقیق کنم و در نهایت به این نتیجه برسم که اسلام بهترین دین الهیه. بعد از اولین تأثیر اتفاق بسیار عجیبی برای ابوبکر افتاد و اون در خارج از خانه و در راه مدرسه بود. یادم 6 آپریل بود. مثل هر روز روی دوچرخم نشسته بودم و داشتم میرفتم مدرسه. توی هلند مردم ترجیح میدن از دوچرخه سواری برای رفت آمد استفاده کنن. وقتی که از خونه خارج شدم یه دلشورگی خاصی داشتم. بدون هیچ دلیل منطقی حس میکردم قراره امروز بمیرم. خیابون خالی بود و هیچ خطری وجود نداشت، اما من میترسیدم. بعدش از خودم پرسیدم این ترس برای چی تو دلم افتاده؟ انگار که یه نفر دیگه از درون خودم بهم جواب داد چون میدونی که آیین مسیحیت حقیقت نداره. این فکرها همینطور توی ذهنم میگه. شاید اینهایی که میگم کلاً 1 دقیقم طول نکشید. از خودم پرسیدم چرا دارم شک میکنم؟ و باز به خودم جواب دادم چون که میترسم اگه مسلمون نشم در آتش جهنم بسوزم. بعد به این نتیجه رسیدم که اگر این کارو نکنم کارم با آتش دوزخ میکشه. پس یعنی به حقیقت اسلامم اعتقاد دارم. اگر باور نداشتم که دین اسلام دین حقه، پس نبایدم از چیزی میترسیدم. سبحان الله. دقیقاً در همون روز بعد از خارج شدنش از مدرسه ابوبکر به سراغ دوست ترکیه‌ایش میره تا بهش میگه میخواد همین الان شهادتین رو بخونه. بعد از ظهر همون روز رفتم سراغ دوستم و بهش گفتم که میخوام مسلمون شم. اون کلمه به کلمه شهادتین رو به زبان عربی گفت و من هم بعدش تکرار کردم. بعد از اینکه شهادتین رو به زبون آورده احساس چی بود؟ باور کنید که حس می‌کردم دوباره به دنیا آمدم. همه چیزهای منفی از وجودم پاک شد. همه گناهانم از بین رفته بود و یک انسان تازه متولد شده بودم. اینطور نیست که من الان مسلمان باشم و بعد ایمانم ضعیف شه. انشالله که ایمان من به اسلام تا وقتی که جان در بدن دارم هر روز قوی تر شه. عشت والتفريط عادة، ما ذقت في الدنيا سعادة، حتى اهتديت إلى العبادة. يا راحتي لما اهتديت، سبحان من عدت إليه، بسطت لنا كلتا يديه، ألقيت أوزاري عليه، يا ربي فاغفر ما عصيت. قرآن کتاب الله سبحانه و تعالی و دلیل اصلی ورودت به اسلامه. خب در زندگی چه جایگاهی داره و چقدر برای قلب و روحت ارزشمنده؟ قرآن هدایتی برای تمام مردم و برنامه کامل زندگی برای همه ماست. قرآن میتونه در روز قیامت مدرکی به نفع ما یا شاهدی به ضرر ما باشه. اینکه عده‌ای از مسلمانان قرآن رو ترک میکنن یکی از بزرگترین مشکلات مسلمانانه. ما باید قرآن رو بخونیم، باید به خاطر بسپاریم و در زندگی بر اساس اون عمل کنیم. در غیر این صورت دوزخ جایگاه ماست. من بعد از اینکه مسلمان شدم پدر و مادرم رو در جریان قرار ندادم تا اینکه دین رو جدی تر گرفتم و شروع به انجام تمام دستورات اسلام کردم مجبور شدم که بهشون بگم. کاملا واضح بود که این دین منو تغییر داده و برای همین الحمدلله بدون هیچ مشکلی مسلمان بودن منو قبول کردن و تا همین امروز با اونا هیچ مشکلی ندارم. قرآن خوندی. قبل از اینکه مسلمون بشی چه آیاتی بیشترین تأثیر رو روی قلب و روحت داشتن؟ این آیات که خیلی زیادن، اما برای مثال یکی از موارد تاثیرگذار آیه اول سوره عنکبوت بود. الله سبحان در این آیات انسان رو امتحان میکنه تا راستگویان رو از غیر راستگویان تشخیص بده. این آیات واقعا منو تحت تاثیر قرار داد و اونا رو هیچ وقت فراموش نمیکنم.
در آغاز سوره عنکبوت الله سبحانه و تعالی می‌فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. آیا میپندارند همین که بگویند ایمان آورده ایم به حال خود رها میشوند؟ ما کسان پیش از شما را آزموده ایم. الله میفرماید بسیاری از آنها مورد آزمایش قرار میگیرند و در انتهای سوره عنکبوت فرمودند کسانی که در راه ما کوشش جهاد کنند قطعا راه خود را بر آنان مینماییم، همانا که خدا با نیکوکاران است. آیا میخواین الله رحمان شما رو در راه ایمان و یقین و رستگاری نگه داره؟ پس جهد پیشه کنید، صبور باشید و سخت کوش، همونطور که الله خودش فرموده با نفس خود جهاد کنید تا الله شما رو به راه ایمان و تقوا هدایت بکنه. آمین. الله رحمان ما رو به این دنیا فرستاد تا ازمون امتحان بگیره، تا افرادی که ایمان قلبی و حقیقی به دین دارن و از منافقین و مشرکین تشخیص بده. یکی دیگه از آیاتی که بعد از مسلمون شدن تأثیر عمیقی روی من گذاشت از سوره بقره بود. الله سبحانه و تعالی در این آیه می‌فرماید که هر که دشمن الله و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل است بداند که الله یقیناً دشمن کافران است. این تأثیر زیادی روی من داشت. این آیه به خوبی به ما نشون میده که ایمان قوی به الله و برگزیدگان الله باعث میشه که الله ما رو دوست داشته باشه. الله همیشه در کنار فرشتگان و پیامبرانشه و اونها رو دوست داره و اگر انسانها فرشتگان و پیامبران و افرادی که الله دوست داره رو دوست نداشته باشن، الله هم با اونا دوست نمیشه. به نظر من این آیه خیلی مهم و بزرگه، چون هم قدرت الله سبحان و هم محبتش رو نشون میده و هم اهمیت قدرت فرشتگان و پیامبران الله رو نشون ما میده. سبحان الله، برداشتش از آیات به گونه‌ای خاص و کم نظیره. شاید این آیه در سوره بقره خیلی از ما رو به این شکل تحت تاثیر قرار نداده، ولی چرا؟ الله سبحانه و تعالی میفرمایند من کان عدوا لله و ملائکته. بیایید بیشتر در این آیه تدبر کنیم. دوست داریم آیات بیشتری رو برامون بخونید. من فقط یه سوره رو قرائت میکنم. این سوره از همون ابتدای مسلمان شدنم سوره مورد علاقم بود، چرا که یکی از زیباترین سوره های قرآنه و ثواب خوندنش مساوی با 1/3 قرآنه. اسم این سوره اخلاصه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله اکبر. همین سوره کوتاه و مختصر معانی جذابی درش نهفته است و من از روزی که مسلمون شدم واقعا به این سوره علاقه‌مند شدم. من این سوره رو صبح که از خواب بیدار میشم، بعد از ظهر و شب قبل از خواب میخونم تا کل روزو با اخلاص و ایمان کامل سر کنم، چرا که این سوره میتونه از من در مقابل شیطان رجیم محافظت کنه. فضیلتاش اونقدر زیادن که نمیتونم همشون اینجا بگم. سبحان الله، واقعا که سوره زیباییه. حتما متوجه شدین که عبدالله زبان عربی رو به خوبی داره صحبت میکنه، به خاطر اینه که عربی رو در مدینه شهر پیامبر بزرگوارمون محمد صلی الله علیه و آله و سلم یاد گرفته. ماشاءالله. الله این رحمت و نصیبم کرد تا بتونم در شهر مدینه النبی زبان عربی رو یاد بگیرم. من این زبان رو در آموزشگاه زبان عربی به دانشجویان غیر عرب یاد چه سالی؟ گرفتم. اگه اشتباه نکنم فکر میکنم در سال 2001 بود. در دانشگاه اسلامی شهر مدینه تحصیل کردم. 4 سال تحصیلات دانشگاهی رو تموم کردین؟ بعد از اینکه زبان عربی رو تموم کردم تحصیل در رشته شریعت رو فارغ آغاز التحصیل کردم. شدی؟ یه سری مشکلات شخصی برام پیش اومد و برای همین بله. نتونستم درسمو تموم کنم. امیدوارم الله سبحان دوباره راهی پیش پام بذاره تا به تحصیلاتم ادامه بدم و اونها رو فرا بگیرم. باذن الله، باذن الله. مدینه منوره چطور بود؟ شهر رسول الله. حقیقتا وقتی که برگشتم خیلی وقتا احساس دلتنگی عجیبی داشتم، مثل افرادی که مجبور میشن وطن خودشون رو رها کنن، جایی که در اون به دنیا آمدن و هرگزم نمیتونن برگردن اونجا. من مدینه رو بسیار دوست دارم و این احساس قلبی منه. الله اکبر. این شهر مقدس و روحانی و مردمش جایگاه خاصی در قلب من دارن. آرزو دارم که روزی الله راهی جلوی پام بذاره که بتونم برگردم و اونجا زندگی کنم. الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمة
وعلى خطاطها مشيت. همونطور که گفتم آرزوی قلبی من واقعا اینه که به مدینه برگردم، به درسم ادامه بدم و با خانوادم در مدینه زندگی کنم تا همسر من بتونه زبان عربی رو یاد بگیره. این بزرگترین آرزوی منه، چون اینطوری میتونم بیشتر به مردم اروپا کمک کنم. راستشو بخوای این بزرگترین آرزوی منه. از الله سبحانه و تعالی خواهانیم که ما و شما رو یاری کنه. همکارای ما در وبسایت نون همه تلاششون میکنن که خواسته های شما رو محقق کنن ان الله و سبب بشن تا شما به مدینه منوره برگردین، تحصیلاتتون رو ادامه بدین و آموزه هاتون که برگرفته از منهج صحیح قرآن و سنت رسول الله برای اینجا و مردم غرب به ارمغان بیارین. آمین. ممنونم. منو خوشحال خیلی از دیدارتون خوشحال در شدم. پناه الله. أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني oh